ای انسان سرکش مغرور، یک بار به پیدایشت نگاه کن، یک بار به آفرینشت توجه کن. از چه چیز آفریده شدی؟ از دو قطره آب، همان آبی که بی قیمت بود، بی مقدار بود، همان آبی که پلید بود. یا الله، خدا در قرآن این آب مهین میگوید، من ماء مهین، آب بی قدر، آب بی قیمت. همین ما و شما عزیزان جوانای زیبا از همون دو آب، آبی که از پشت ما پدر از رحم مادر جدا می شود، از زمین آفریده شد. این دو قطره آب در رحم مادر کی جای داد؟ کی تخمک نرینه رو با تخمک مادینه آمیزش داد؟ کی در رحم مادر این دو تخمک بعد از آمازش آیسته آیسته انکشاف داد؟ فقدره، معنای فقدره یعنی جسمی تو رو در رحم مادر نقاشی کرد، انسانی زیبای با اعضاهای سالم تیار کرد. فقدره. یا الله، دو قطره آب در کارخانه خردکک که چراغ ندارد، لامپه ندارد، کامپیوتر موندگی نیست، قلم نیست، دستی کسی به آن نمیرسد غیر دست یک ذات. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء هو. بعد از گذشتن هفته ها، بعد از گذشتن ماه ها، یک جنین زیبای، یک جنینی خوشروی نفس کشیدگی، دستک و پاهک میزدگی در رحم مادر تیار شد. خوشا صنعتگره، خوشا صنعتگره که از قطره آب کند پیدا چنین درهای نایاب. ببینه این قدر جوانای زیبا که تماشاشان آدمه خوش می آید، انسان مفتونش میکند، عاشقش شیفته جمالش میسازد. اصل او همون دو قطره آب بویناک، همون دو قطره آب پلید. با تعبیر زیبایی حضرت مولوی میگویند اصلت از قطره منی، اصلت از قطره منی، لایق تو نیست منی. از رهی بول شدی، کبر و منی ها چی کنی؟ این تکبری، این منمنی، این جنگ کردن به مقابل خدا و خانه های خدا، این فرمان برداری نکردنی از خدا و ناشکری کردنی به نعمتهای خدا از کجاست؟ تو همان جیفه‌ای، تو همان جیفه‌ای، این حسن و کمال تو از اوست. تو همون آبی بویناکی، آبی است که در لباست میرسید ناراحت میشدی، آبی که در دستت میرسید ناراحت میشدی. تو همونی. این حسن و کمال، این زیباگی و جمال، این منصب و این مال، این حکومت و این منال از اوست. تو همان جیفی، این حسن و کمال تو از اوست. باش خاکی رهی او، میل به بالا چی کنی؟ آخر این خدای مهربانه، عبادت کن. این خدای مهربانه، سجده کن. این خدای مهربانه، فرمانهاش بجا بیار. من نطفة خلقه فصوره، من نطفة خلقه فقدره.
ببینید عزیزان من، خدا آنقدر برای ما مهربان است که دستامان به یکدیگر برابر. خدا به ما دو دست داد، هر دو به یکدیگر برابر، یک تایتش دراز نیست. پاهامان به یکدیگر برابر، یکیش از یکیش دراز نیست. انگشتر رو ببینید، همه برای یکدیگر مناسب، پیوندکاش برای جمع شدن و گرفتن و نوشتن. چشم ببینه در جای مناسب. اگر چشممان در تاری سر میشد، زندگی در دنیا ممکن نبود. دو چشم برای ما داد، اما این چشم عزیزان من، این تو ساده حق در نظر میتابد. این چشمی که از روزی که به مادر میبیاییم میبینیم و قدر نعمتی او رو نمیدانیم. عزیزان من، علم امروز اثبات کرده است 9 ورق دارد، 9 قبط پرده های باریک دارد که این 9 قبط اگر همش جمع کنیم چین یک ورقی تنگ نیست. اینه کی آفرید؟ اینه در رحم مادر کدام طراح طرح او رو کشید؟ کدام زواد این شیشه ها رو برای چشم ما تیار کرد؟ فقدره صورت زیبا داد. یک بینی اگر دو بینی میداد چگونه بیکار میشدیم؟ اگر دو دهان میداد مانند دو چشمباری چگونه ناراحت بشدیم؟ آی انسانی ناشکر، آی انسان هایی که امروز به مقابل خدا جنگ اعلان دارید. کدام روز شنیدم کدام دیرکتری بازار، نمیدونم بازار سلطان کبیر یا دیگر، قرار برآورده است در بازار میگشته دخترهای مسلمان روی مالپوشا نمیمونده است، روی مالپوشی گشته. همون انسانی که خدا او را آفریده برای من داد، صاحب سلطش کرد، امروز به مقابل خدا جنگ دارد. امروز به مقابل بندگان خدا جنگ دارد. خدایی که او را از 2 قطره آب جوانی زیباش که خواه جوان از خواه زنک من نمیدونه کی. او دخترچه ما میگوید در سلیم زاده کدام زن حکومت رایان مسئولش بوده، با 2 نفر مرد در تیکش پپچه خانه ها ده گشتی ایستادیان که نماز جماعت با نکنه. رمضان آمده است با خانه ها ده جمع شده تراویح نخواند، نماز نیست. یا الله عزیزان من، همین است آزادی، همین است دموکراتیش. مگر به عصب ما مسلمان ها ویران نمی شود؟ مگر ما به همین امید دموکراتی ساختیم؟ انسانی که خداوند او را آفرید، او را زیبایی داد، او را عقل داد، امروز به مقابل خدای خود، به مقابل صاحب نعمت خود مبارزه برد ایستاده است. مبارزه میبری. خواهر عزیز کسی باشی، دادر عزیز کسی باشی، راهبری بازار، تو نمیتانی به مقابل خدا مبارزه بری. تو انسانی ضعیفی، تو اصلت ضعیف است، آخرت هم ضعیف است، حاضرم ضعیفی. قدرت یک امر خدا نداری. با یک امر خدا که میگوید کسل رگد مبتلا شو، تقدیرت حل میشود. با یک امر خدا که میگوید مینی سرت نیموش از کار برات، نیمی بدنت فلج میشود، سحری خستی که بازار رفته نمیتانی. من برای تو دوستم، من برای تو مشفقم. تو شاید این کار از روی نادانی کنی، از این راهت باز ایست. من نطفة خلقه فقدره ثم السبیل یسره. خدا چی میگه؟ بعد از آن که جنین در رحم مادر تیار شد، بعد از آن که جنین در رحم مادر پره شد، 7 دوره پیدایش خدا، 7 دوره انکشاف خدا از سر گذرانید. لحظه های به دنیا آمدنش فرا رسید. این مرحله انسان کامل میگن
این مرحله آنقدر تعجب آور و مفتون کننده و شگفت آور است که حتی پروردگار به اختیار خودش در این مرحله تبریک میکند و میگوید فتبارک الله احسن الخالقین، آفرین بر قدرتت ای خالق پاک که این دو قطره آب انسانی زیبایی کردی. اکنون فرمان می شود به دنیا بیار. ثم السبیل یسره، ای پهلوهای مادر، ای مشکهای پهلوی مادر، ای مشکهای دیوار رحم، اکنون کنابکر جق در جقش می دراد، در جقش در آمدن می گرد. این جنین با امر الهی سرش سری رحم که بالا بود باز پایان می خمد به سوی مادر راهی برآمدش، آهسته آهسته برآمدن میگیرد. ثم السبیل یسره، ای عزیزان من، این راهی برآمدن که آسان کرد. این جنین 2 کیله و 2.5 کیله، این جنین 3 کیله را از او راهی میدهد کی برآمدنش آسان کرد؟ الله. ثم السبیل یسره، برآوردش، آمد به دنیا. طفلکی زیبای، طفلکی مفتون کننده، روشنایی چشم پدر و مادره. پیش از آن که او پا به این عرصه حیات بزند، پیش از آن که او به دنیا بیاد و چررستی کودکانی خود سر دهد، خدای مهربان سپارش میدهد پستانهای مادر پر میشوند، سخت میشوند، ترنگ میشوند. برای چی؟ برای غذای این طفل، برای اوقات این طفل. از خون سرخ شیر سفید آورم برون، از خون سرخ شیر سفید آورد برون و از خارهای خشک گلی تر کند پدید. از بین این سیلابه خون، این رگهای خونگرد، او شیر سفید، او غذای مناسب که در تابستان نه گرم است، در زمستان نه خنک است، معتدل با تمام ویتامین های درکاری مجهز، او را کی آورد؟ کی؟ بوش؟ تونی بلیر؟ کی آوردش؟ الله. الله. ثم السبیل یسره، بعد از آن راهی سعادت و راهی نجات هم براش آسان کرد، راهی زندگی را هم براش آسان کرد. مفسرین کرام بعضی این آیه مبارکه را این تو هم تفسیر کردند. ثم السبیل یسره، راهی رسیدن به سعادت ابدی را هم برای من و شما آسان کرد. ببین عزیزان من، پیغمبر فرستاد، کتاب فرستاد و در هر عصر و زمان علماها را وظیفه دار کرد ما و شما را دعوت کنند، به خدا شناسا کنند. این است راه آسان، این است راهی رسیدن به سعادت ابدی. اگر خدا پیغمبر نمی فرستاد، اگر خدا کتاب نمی فرستاد، اگر خدا علماها را وظیفه دار نمی کرد، ما راه سعادت، راه جنت نمی یافتیم. ثم السبیل یسره، ثم السبیل یسره، ثم اماته فاقبره، ثم اماته فاقبره.